اگه وعده‌های غذایی تکراری شده و دیگه نمیدونی چی درست کنی، کانال منو داشته باش، سابسکرایب کن، بیا داخل. میخوایم امروز با هم کوکو هویج درست کنیم. بله، کوکوی هویج. فقط کافیه 3 عدد هویج، 2 عدد پیاز، 3 حبه سیر، 2 تخم مرغ، 2 قاشق آرد، زردچوبه و گل‌پر و نمک و فلفل سیاه داشته باشیم. حالا میریم برای تهیه‌اش. اول هویج ها رو با سیر و پیاز رنده می کنیم. من از غذاساز استفاده کردم. موادم رو با هم مخلوط می کنم. بهتره که اول مواد خشک کوکو رو اضافه کنیم. آرد و ادویه ها رو می ریزیم، مخلوط می کنیم و بعد تخم مرغ ها رو می شکنیم. توی تهیه کوکوی هویج حتما سیر و گل‌پر رو اضافه کنید. یادتون نره سیر و گل‌پر واقعا خوشمزش میکنه. حالا مواد کوکوی من آماده است. میریم برای سرخ کردن. فقط کافیه که روغن رو توی تابه بریزیم و منتظر شیم تا خوب داغ بشه. من اینجا مخصوص از تابه روحی استفاده کردم تا بهتون بگم هم سالم تره و هم نیازی نیست حتما تابه نسوز داشته باشین. فقط نکتهش اینه که روغنتون باید خیلی داغ باشه. یه نکته دیگه که تو همه کوکوها براتون مفید میتونه باشه این هستش که اول یه دونه کوکو رو بندازید تو روغن، ببینید موادتون تنظیم هست یا نه. خب مواد من شکر خدا تنظیم بود. حالا من میرم برای سرخ کردن باقی کوکوها. فقط یادتون باشه حرارتتون باید ملایم باشه. وقتی که 2 طرف کوکوها رو سرخ کردین میتونین نوش جون کنید. اگر از این ویدیو من خوشتون اومد لایک فراموشتون نشه. مرسی از نگاهتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.